مسلمان در ارتباط به ماه مبارک رمضان بداند فرقی بین کفاره روزه، فدیه روزه و صدقه فطر است. یعنی یکی کفاره هست، یکی فدیه هست، یکی صدقه فطر است. اینا سه چیزن. کفاره برای او کسی است که روزه ماه مبارک رمضان را به قصدن بدون عذر شرعی، مثلا سحر بلند شده روزه را نیت کرده، در جریان روز بدون کدام عذر روزهش را میخورد، یا با خانومش هم بستر میشه، یا آب میخوره یا نان میخوره، برای آدم کفاره هست. یعنی روزه را نیت کرده در جریان روز، روزه را قصدن بدون عذر شرعی خورده، برای کفاره است. کفاره به این معنا که در برابر جبران کردن این روز یا باید 60 روز پی در پی روزه بگیرد. پی در پی به این معنا که هیچ فاصله بین او نباشه، وقفه ای نباشه، یا باید 60 نفر مسکین را طعام بدهد یک بار. یعنی 60 خوراک نان را میگیره با ظرفای یک بار مصرف، غذای متوسط، نه خیلی بالا نه خیلی پایین، برای 60 تا فقیر توزیع میکنه، به خاطر اینکه روزه را به اصطلاح بدون عذر خورده. این کفاره میشه. فدیه روزه او است که به اصطلاح برای کسایی که یا مریضی دائمی دارن، یا شیخ فانی هست، یا روزهای قضاییش به حد رسیده که دیگه امکان قضا آوردن نداره. یک مثال براتون بیان میکنم. مثلا یک خانم حامله است، 1 سال در ماه مبارک رمضان با حمل سفری میشه، قدرت گرفتن روزه رو نداشته. بعد به اصطلاح سال دوم طفل شیرخور هست، به خاطر شیر خوردن طفلش به اصطلاح دست روزه رو بگیره. بعد سال سوم پیش از اینکه گفته و قول مردم هنوز شیرخوارگی تمام بشه باز دوباره حامله میشه. یعنی ولادت های پی در پی، هیچ فرصتی برای نمی خانم ایجاد نشده برای قضا آوردن روزه. چندین سال مسلسل پشت سر هم دیگه روزه ایزی مانده، توانایی قضا آوردن رو نداره. مثلا 5 ماه 6 ماه روزه، چطور باید قضا بیاره؟ برای فدیه برای شیخ فانی، برای مریض دائمی، برای افراد فدیه است. فدیه به این معنا که معادل هر روز روزه ماه مبارک رمضان قیمت 2 کیلو خرما یا کشمش یا مثلا گندم در هر کشوری که زندگی میکنه همون قیمت معیار است. مثلا کسایی در اروپا زندگی میکنن همون قیمتی که در اروپا کشمش داره یا خرما داره همون معیار است. کسایی که مثلا در افغانستان زندگی میکنن یا در کشورهای دیگه زندگی میکنن، در هر کشور ارزش همون کشور حساب میشود. یعنی یک ماه مبارک مکمل رمضان مثلا شما فکر کنید یک شیخ فانی بوده خورده، قیمت 60 کیلو خرما یا 60 کیلو کشمش و 60 کیلو گندم رو به اصطلاح میپردازه برای فقرا. این فدیه هست. اما صدقه فطر وقت پرداخت صدقه فطر قبل از نماز عید است. و اینکه کسی در جریان ماه مبارک رمضان میتونه بپردازه یا نه اختلاف است بین علما. عده میگن که میتواند، عده میگن نمیتواند. اما احسن‌تر و بهتر است که در دهه اخیر ماه مبارک رمضان تا قبل از نماز عید پرداخته بشه. اگر خودتان توانایی دارید بپردازید، نمیتوانید یک کسی از جای شما به اصطلاح وکیل بگیرید که در کشورهای فقیر نشین است. ممکن بعضی عزیزای ما در خارج باشن که زمینه به اصطلاح برایشان مساعد نباشه، یک وکیل برای خود میگیرن که از جایشان ادا میکنه، درست میشه. و مقدار صدقه فطر همون مقدار فدیه است. فرقش به است که فدیه برای معادل هر روز 2 کیلو، قیمت 2 کیلو خرما یا کشمش یا گندم است. اما در صدقه فطر از 30 روز مکمل ماه مبارک رمضان همون یک قیمت 2 کیلو خرما یا به اصطلاح کشمش پرداخته میشه. یعنی از 30 روز فقط تنها قیمت هم 2 کیلو خرما یا کشمش از جای هر فردی، چی صغیر چی کبیر، مرد زن، حتی طفلی که تولد شده باشه. و چه کسی رو باید پرداخت بکنه؟ کسایی که توانایی پرداختی را دارن. کسی که قدرت و تواناییش نداره برش به اصطلاح لازمی و ضروری نیست. بنابراین این در مورد صدقه فطر و فدیه روزه و کفاره که بعضی از عزیزای ما مخلوط میکنن، قضیه را دقیق درک نمیکنن.